سرخط مهمترین خبرها: دخالت نمی‌کنیم. پاسخ وزیر مهنت درباره پرونده کروکوس. بانک جهانی پول مهاجران 49% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داد و 15 کشور غربی اعلام کردند که فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می‌کنیم. امروز 31 ایول سال 2025 است. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه قضیه حمله به کروکوس را پیگیری می‌کند، اما حق دخالت در بررسی دادگاهی را ندارد. این پاسخ صالحه خالمحمدزاده وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان بود که 30 ایول در نشست خبری در دوشنبه صدا داد. وزیر گفت که تفتیشات به انجام رسیده، پرونده در بررسی دادگاه است و ما نمی‌توانیم در روند تفتیشات و برآوردن قرار دادگاه دخالت کنیم. صالحه خالمحمدزاده افزود که نمایندگی وزارت در روسیه اساساً به شهروندان تاجیکستان در مسائل شرطنامه‌های مهنتی، تامین جای کار، گرفتن حق کار و رعایت قانونگذاری روسیه کمک می‌رساند. مقامات روسیه 19 نفر را به انجام حمله به تالار کروکوس متهم می‌کنند و اکثر آنها شهروندان تاجیکستان هستند. در دوام یک سال تحقیق این پرونده پرسر و صدا، بارها از مقامات تاجیکستان انتقاد شد که چرا برای حمایت شهروندان خود صدا بلند نکردند. در این میان تنها وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان یا امبودسمن گفت به دیده و دانسته شکنجه شدن گمانبران واکنش کردند و این حالت را همتای روسش هم پذیرفته است. در حمله تروریستی به تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس سال 2024 در کنار مسکو 149 نفر کشته و 609 کسی دیگر مجروح شدند. یک مؤسسه بین المللی مالی میگوید که اقتصاد تاجیکستان سال گذشته و امسال رشد قوی داشته است، ولی ادامه این روند مثبت به عزم حکومت برای ادامه اصلاحات وابسته است. بانک جهانی روز 30 ایول با نشر ارزیابی تازه از وضع اقتصادی تاجیکستان گفت رشد واقعی مجموع محصولات داخلی کشور در سال گذشته 8.4% و سه ماه اول امسال به 8.2% رسیده است. عامل‌هایی که به بزرگتر شدن اقتصاد در اول امسال مساعدت کردند خدمات رسانی عمومی و صنعت بودند. در این گزارش سهم پول مهاجران کاری تاجیک را هم در پیشبرد اقتصاد همچنان مهم نامیدند. سال 2024 پول مهاجران 49% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داده است. با گفته بانک جهانی سطح رشد اقتصادی تاجیکستان در میان مدت مثبت باقی میماند و ممکن است رشد اقتصادی در سال 2025 7% را تشکیل دهد، ولی در سالهای 2026-27 رو به پایان آورده به 4.5 و یا 5% برسد. چنین پیشبینی با تکیه به انتظارات از ادامه آمدن پول مهاجران کاری ناروشنی ها در تجارت جهانی است. با گفته بانک جهانی ناروشنی در تجارت بین المللی می تواند زنجیره تامینات در بازار جهانی را خللدار سازد، طلبات به متل و معدن به غیر از طلا را کم کند. با گفته بانک جهانی نگه داشتن رشد قوی اقتصادی تاجیکستان به عزم قوی و عهده‌داری های حکومت تاجیکستان برای اصلاحات در اقتصاد وابسته است. معاش میانه در تاجیکستان به 2665 سومانی یا قریب 280 دلار رسیده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته 519 سومانی یا 24% بیشتر است. در این باره نمایندگان وزارت مهنت و مهاجرت 30 ایول در نشست خبری اطلاع دادند. طبق اطلاع رسمی دستمزد میانه کارمندان ساحه معارف 2441 سومانی، تندرستی 1951، فرهنگ و ورزش 2305 سومانی و کارمندان دولتی 2275 سومانی بوده است. وزارت مهنت از بلند شدن حجم معاش در کشور در حال خبر می‌دهد که انتقاد ساکنان از کم بودن این دستمزد خیلی زیاد صدا می‌دهد. ساکنان تاجیکستان در میان کشورهای سابق شوروی معاش و نفقه از همه کم را می‌گیرند. بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه می‌خواهیم نظر شما را به این موضوع پرسیم. معاش و نفقه در تاجیکستان به چی می‌رسد؟ لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه بدون تحقیر کسی نویسید. مقامات تاجیکستان میگویند که با تأسیس آژانسی نظارت در ساحه انرژتیک و سخت‌تر شدن جزا برای دزدی برق، نظارت در این بخش بیشتر شده است. همکارمان محمود جان رحمتزاده در گزارشش میگوید که در نیمه اول سال روان نسبتی چند مقامدار و ساکنان در منطقه کولاب برای دزدی برق پرونده جنایتی شدند. در ولایت ختلان 72 پرونده جنایتی وابسته به دزدی نیروی برق باز شده است. بیشتر این پرونده ها به کارمندان خود شبکه‌های برقی مربوطند. دادستان منطقه حمزه علی مظافروف گفت که در این پرونده ها حالت‌های اضافه نویسی و تصرف مبلغ آشکار شده است. تفتیش اکثری پرونده ها به انجام رسیده برای بررسی به دادگاه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت ارسال گردیدند. سال 2025 در مقیاس ولایت ختلان 72 پرونده جنایتی عاید تصرف قوای برق آغاز کرد
پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شده است که اکثریت پرونده‌های جنایتی نسبت کارمندان شبکه برقی شهر مایا میباشد. دادستان همچنین علاوه کرد که در خود منطقه کلوب نیز پرونده‌های شبیه باز شده‌اند. با گفته او تنها در شهر کلوب 5 پرونده جنایتی ثبت شده است. اکثر متهمان نیز کارمندان شبکه‌های برقی میباشند. اما مظافروف دقیقاً نگفت که آیا در میان متهمان شخصان منصبدار نیز هستند یا نه. شهر کلوب 5 تا پرونده جنایتی آغاز کرده. شمس‌الدین شاهین هم 1 پرونده جنایتی آغاز کرده. خوالینگ هم قریب 2 پرونده جنایتی، واسی 3 پرونده جنایتی، فرخور 4 پرونده جنایتی، هم 18 پرونده جنایتی آغاز شده. پس از قبول قانون نو اوید به دزدی برق، نظارت استفاده نیروی برق شدیدتر گردید. مقامات نظارت انرژتیکی گفتند که 10 میلیون سومانی ضرر به سبب دزدی به قید گرفته شده است. بنا به اطلاع آنها در بسیاری از این حالتها کارمندان خود شبکه‌های برق رسانی دست دارند. شبکه‌های تقسیمات برق در شهر نوحه توبه منطقه کلوب نسبت 7 نفر کارمندان پرونده جنایی آغاز کردند، هم از کنترل سرکردگی تو اینسپکتور تو خود مسترو تو خود برقکارو. در عموم در شهر کلوب اضافه نویسی ما اشکار کردیم 7 میلیون 311,424 کیلووات دا خودی در اهالی اضافه نویسی شده است. اضافه نویسی بود خودی نسبت علاقه کارمندان پرکاتور شهر کلوب پرونده جنایی آغاز کردند، کاربری رفته شده است. ماه اپریل پرزیدنت به کدکس جنایی تغییرات و علاوه ها را امضا کرد. قانونی نو برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق جریمه از 27,000 سومانی تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. پس از قبول این قانون نظارت سخت‌تر شده است و مقامات قریب همه روزه از اشکار شدن حالت‌های دزدی برق خبر می‌دهند. همکنون طبق گفته دادستان و اگنتی نظارت انرژتیکی خود کارمندان ساحه در اضافه نویسی و دزدی برق دست داشتند. پانزده کشور غربی با رهبری فرانسه خواستار به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین شدند. اظهارات این کشورها بعد یک کنفرانس سازمان ملل درباره نظامیان اسرائیل و فلسطینی‌ها پخش شد. زیر این بیانیه وزیران کارهای خارجه فرانسه، فنلاند، ایرلند، اسپانیا، پرتغال، لوکزامبورگ، اسلوونیا، مالتا، اندورا، سان مارینو، نروژ، ایسلند، استرالیا، کانادا و زلاندی نو امضا کردند. این کشورها حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به اسرائیل را محکوم کرده خواستار آزادی گروگان‌های باقی مانده شدند. حماس از سوی اتحاد اروپا و آمریکا گروه تروریستی شناخته شده است. نمایندگان 15 کشور غربی از وضعیت بد انسانی در نوار غزه نگرانی کرده خواستار قطع جنگ در این باریکه شدند. وزیران کارهای خارجه این کشورها اعلام کردند که آماده به رسمیت شناختن کشور فلسطین هستند و از دیگران هم دعوت کردند که به این روند بپیوندند. هفته گذشته رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون در اوج خشم جهانی از وقوع قحطی در نوار غزه گفت فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. اسرائیل این تصمیم فرانسه را محکوم کرد. نخست وزیر بریتانیا هم روز سه‌شنبه 29 ایول اعلام کرد که اگر اسرائیل در غزه آتش بس جاری نکند، بریتانیا ماه سپتامبر کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد. موقع لندن و دیگر کشورهای غربی در مسئله فلسطین بعد از آن تغییر یافت که وضع انسانی در نوار غزه بدتر شده، سازمان ملل از قحطی گسترده در این منطقه هشدار داده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 ایل را فرا می‌گیرد. یکم ایل سال 1957 قرار کمیته مرکزی حزب کمونیست SSSR درباره رشد ساختمان منزل قبول شد که هدفش تأمین شهروندان با منزل بود. در تاجیکستان طرح ساختمان اولین منزل‌های دسترس را که با نام رهبر اول کشور خروشچوی نام گرفتند، معمار معروف حکمت یولداشوف به عهده گرفت. این خانه‌های بتونی و آهنی هرچند خرد حجم بودند و حسن معماری نداشتند، دسترسی صدها میلیون عائله‌های شوروی را به سرپناه جداگانه و شرایط حد اقل زیست تامین کردند.
31 августи соли 1939 сохтмони канали Калони Фарғона шурӯъ шуд ки ҳадафаш бо об таъмин кардани хоҷагиҳои пахтакори се ҷумҳурии ин водӣ Узбекистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон буд. Канали обгузари 350 километрӣ бо ҷалби 160 000 марди кор канда шуда, қисми аъзами он аз қаламрави Узбекистон, 62 километраш аз ҳудуди вилояти Суғди Тоҷикистон ва 12 километраш аз хоки Қирғизистон мегузарад. 31 июли соли 1943 донишманд ва шоир аз боризтарин фаъолони Самарқанд Ҳаёт Неъмат таваллуд шудааст ки дар 78 соли умраш барои ҳифзу рушди забони тоҷикӣ дар Узбекистон заҳматҳо кашидааст. ӯро бештар чун яке аз муассисони маркази фарҳангии тоҷикони Самарқанд дар солҳои 80 муборизи беамони ҳифзи мактабҳои тоҷикӣ ва чун шахсе мешиносанд ки барои ақидаҳояш даст ба гуруснанишинии сиёсӣ задааст, ҳуқуқи тоҷикони Узбекистон дифоъ кардааст. شبانه روز اخیر قربی روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریبا بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 114-115 سامانه ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد تا 950 سامانه برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 31 ایول چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.